مردانی که از ضعیف بودن مردانگی خود اذیت میکشند و میخواهند که زودتر از این بیماری خلاص شوند، پس مشکلی همه مردها حل شد. ایکومینیا پاستا برای بیماری پروستات، برای خون گرفتگی و مردانگی را با قوت کردند. سمی اوون برای بزباله شوی و فربه شوی از 10 تا 15 ویس. فدزار کسانی که میخواهند خودشان را خراب کردند از 10 تا 15 روز. مز برای ساعت همخوابگی را دراز کردند از 20 تا 45 دقیقه. جوانهایی که میخواهند ریش برآورند و شخصانی که موی سرشان میریزد، مینوکسیدیل نتیجه اش را در طول 3 ماه میبرارد. شرکت داروهای گیاهی همراه شماست و تمام شهر روسیه دستکه داریم و کسانی که میخواهند ایمت را دسترس کنند پس تامت را دستکه ما بپول است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ان الله نعمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ به من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، فاليوم لا في مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وتعالى بركاته. دوستان عزیز، برادران و خواهران اهل اسلام و از جمله شنوندگان و حاضران شبکه کاروان عمر، با شما هستم ابو مدثر. این قصه بر همه ما و شما تعلق دارد، زیرا خداوند هنگام این حالت، از هنگام این شرمندگی از خودش پناه می طلبیم. یک گرکوم نقل می کند، میگه روز یک زن از دنیا گذشت. میگه 4 نفر به قبرستان رفتیم، گفتیم قبر برای اون آماده میکنیم. صبح بر وقت رفته بودیم. بعدا میگه در هر کجایی که بیل میزدیم، بیل ما داخلی اون زمین نمیشد و زمین چنان سختی بود، میگه با یک عذاب و مشقت هر کجایی را که بیل میزدیم نیست، یگان جای موافق خود نیافتیم و همین گونه این حالت میگه تکرار به تکرار شدن میگرفت. بعدا باز یک جای کمی ملایم را یافتیم و از آنجا قبر را شروع کردیم. میگه در طول 4-5 ساعت قبر را کندیم، اما هر دفعه که میکندیم از داخل قبر سنگ ها پیدا میشد و ما رو کجدو میبرامد. میگفتم پروردگارا، اولین بار است که این حالت را میبینم. بعدا میگه یک شخصیت گفت شاید چون این خصلت را همین میتی که از دنیا گذشته است، شخصیتی که از دنیا گذشته است، یگان خصلت خیلی بدی داشته باشد. و همین طور میگه ادامه میدادن و همین طور ادامه میدادن. وقتی داخلی همون قبر را شروع میکردن، لحد را که کندن داخلی قبر، یعنی که میت خواب میکند، به حال دشوار بود. میگه به حال دشوار بود، با یک عذاب و مشقت کندم. در آنجا هم ما رو کجدم زیاد بود. وقتی میت را به قبر میگذارند، یک شخصیت میگه داد میزنم، میگه یا الله این چی مصیبت است. میگه یک چند مرد بیرون شد، کجدم ها بیرون شدن، حال آن که لحد را نیز نپشانده بودند. بعدا میگه قبر را پشاندن، در حقش دعا کردن و رفتن خانه همان میت رفتن و از همان خانه که میت برآمده بود پرسان شدند. میگه این زنی بر دروغ فال میدید، خاطر یافتن پول و مال و دولت مردم را فریب میداد. مردم را میگفت آینده ایت را میبینم، تو خوشبخت میشوی یا این که بدبخت. با همین خصلتش میگوید چندین، یعنی که مخلصانی خیلی زیاد داشت و از همین حالت حرام خوریش صاحب همه چی شده بود. دوستان عزیز، این حالت ها را میشنویم، شاید مثل افسانه بر ما باشد، ولی این افسانه نیست. میگه چنان خانه دبدبانک داشت، هر صبح نزدش میرفتن فال میدیدن. میگه نو عروسک ها میرفتن، میگفتن که تو صاحب دختر میشوی، صاحب پسر میشوی و به بعضی هایش
میگفتند که تو صاحبی فرزندی دوگانه میشوی و با همین حالت او را بینید که یک نشانه عذابش را همون قبرکندها یعنی که گورکاوها دیدند. امروز میشنویم میگم که فلانی فال میبیند، بعدا بسیار مردم ما به نزد فالبین ها میرود. یک تصور کنید که همان فالبین اگر بیند که اگر داند که در همانجا طلا هست، اون فال نمیبیند خاطر 5 سومان شما. اگر فالبین پیشگویی کرده میتوانست، او فالبین نمیشد. با همین عقیده فریب، با همین دروغ الکی با خود چند مخلص پیدا کردند و چقدر پول ما و شما را خورده شده است. در خانه میگشت سرلوچ لباسی بدن نما هنگامی که هیچ کس نبود. وقتی یک شخصیت به مهمانی داخل خانه شود، خود را نمایان میکرده است، یعنی که همون اعضا بدن خودش را نمایان میکرده است. و با همین طریق البته چنین حالت ها، چنین مصیبت ها میشود. با گوشمون میشنویم، با چشممون میبینیم. برای همین برادرای عزیز، شخصیت هایی که فالبین هستند، فال میبینند، با آنها دوچند باور نکنید. خداوند نگهبان همه شما باشد.